خونه سوخته شده است. کمان خونه سوخته شده است. پدر دخترم پولیا پدر دخترم در کجا است؟ کمان خونه سوخته شده است. پدر دخترم پولیا شیری نیست. شیری نیست. دخترم کمان دخترم در درون با فکرم شما آدابی تختخ کردن در رو نداری. ببخشید خانم، شنیدم که با پول احتیاج داشته پینار خانم. معلوم نیست که کدام وقت پول در کار می شود. راست میگویی؟ خوش کی رفته میگیریم؟ اگر خواهی حاضر رفته میگیریم. البته میخواهید که غوغا سر نزند. نباشد من تیار شوم در حال میبرایم. شما چی کار میکنید؟ برای تیار شویت کمک میکنم. شما چی دیوانه شده؟ گوش کن مرا، داد و فیغان نبرار. قسم یاد میکنم که با این بوی کره میکشم. زدید مرا. اینجا بیا. تو حالا نمیدانی که با کی سر به سر شده ای. مادر این رو گیرید. نکنه من حامله دار هستم آخی. تو دیگر هیچ کس رو ناراحت نمیکنی. از این پس در همین اتاق محکم هستی. کدام وقتی که از تهدید کردن دست کشیدی اون وقت میکشیم. اگر آن مرد آنجا باشد به فریده ضرر میرساند. امیر گاز رو زیر کن. اکا به صورت 120 رفته ایستادم. باز چگونه روم؟ سلام یوسمان. خوب هستم جانم. حالا وقت ندارم. دیرتر صحبت کنیم میشود؟ تستر آب رو پاشید. دخترم دخترکم پولیا. دخترم پولیا. دخترم پولیا چشمانت را بکشو دخترم. چشمانت را بکشو. چشمانت را بکشو دخترم. پولیا چشمانت را بکشو. پولیا دخترکم چشمانت را بکشو. التجا میکنم. چشمانت را بکشو. گفتم کجیده است. شیرین زنده است. شیرین نبیرم زنده است. شیرین نبیرم زنده است. زنده است پدر. زنده است. دخترم جونه.
سرای دختر تشکر فریده، تشکر. دخترم رو، پدرم رو به من بخشیده. خدا از تو راضی باشد، خدا از تو راضی باشد فریده. تشکر. مادر گوش کنید، با شما میگویم تهدید کنی را بس نکند او را رها نمیکنید. نمیکشوید. باز دلتان با او نسوزد او را کشایید. چرا دلم سوزد؟ مرا کم داد است مگر؟ نان و نمکش را با اتاقش میبرید. کسی بپرسد گوید بیمار است. بیمار است. والله اگر پدرت فهمد ما رو پورا میکند و هر دوی ما رو از پیش میکند. چی رو میفهمیده باشم؟ کی اومدید که ما نفهمیدیم؟ چی اومدید؟ چنان در فکر شده ای که ترکی شود هم نمیفهمید. مایلش من هم کار دارم میرم. خیر پدر جان. آقای خیردین بیاد کچی متا رو گیرم. شرف در کجاست؟ آزادش کردم. آزاد کردن. با امیر با ادب‌پذیری رفتن. فرید را میارن. خیلی خوب. آقای خیردین گرسنه هستید؟ یگان چیز تیار بکنم میخوریم؟ تشکر خانم، تشکر. در کوچه نمیریم، ما دستگیری میکنیم در پناه خدا. شد که همه‌شون زنده‌اند. خود را نابود میکنیم، کمک میکنیم. دستگیری میکنیم. از همه سیاست سلامت سفیر رو مامان. البته کمک میرسونیم. همسایه ها البته کمک میکنیم. تو رفته ساعت رو بیار. گفته بودی که رفته است. روانش کردم گفتی. تو چی گونه آدم هستی؟ اون زن دخترمون رو نجات داد. پدرم رو از درون آتش برآورد. باز تو دنبال چی هستی؟ به او بگو تا که زود دفع شود او را نبینم. اما چیزهای سوخته رو باید بردن خاصیت خوب نداره که چیزهای سوخته در خونه باشه. برای همین گفت بچه رو تو بیار من باشم بولیش میکنم. دیگه طبق هم دارم همش رو میکنم. حاجت به یگان سخن نیست. هر آنچه که در نصیب و قسمت است از اون گریخته نمیشه. شکر خدا که همسایه های خوب دختره کشت ساعت شد. شیرین پدر در بین دو آتش موندم. چی کار کردنم رو نمیدونم. باز از فریده قرضدار شدم.
دخترم آنی که به ما دست دراز میکند ما هم باید دست دراز بکنیم. اگر تو هم در همین حالت باشی چیکار کردنت رو میخواهی؟ فریده هم همان را از تو انتظار است. آخر اگر با او به استانبول روم زربلغت شوهرم رو میبینم، کمک نکنم یک عمر وجدانم عذاب میدهد. پدر نمیدونم که چی کار کنم. دخترم عذاب و مشقتی وزنین ترین عذابدهی وجدان می باشد. دخترم عذاب کشیده بدن می رود، عذاب وجدان باشد نه می گذارد و نه تمام می شود. عذاب وجدان یک عمر خونشار می کند و خونشار. باوری و گفته های من همین است. تو هم خوب فکر بکن، آواز وجدانت رو گوش بکن. او را نشان دهنده است که فریب نمیدهد و فریفته نمیگردد. نفس انسان فریفته خودش است. دخترم فریده. شیرین میدونستم که میایی. زود باش، کمال نبودنم را حس نکند. زود باید رویم. روننده گفت که هر ساعت از اینجا به استانبول اتوبوس میرود. با این راه میرویم، زودتر میرسیم. زودتر باش. بیا رفتیم. کمال بخیر از خانم ها. با کجا می روید این خیل با شتاب؟ کمال التجا میکنم. زود بیشتر ها، با دیگه برمیگردیم زودتر. گوش کن شیرین، جواب نگردان وگرنه بر رویت مشته میخوری. رفتیم. شیرین تو هم گوش کن، زود از اینجا دف شب دیگر تو را در اینجا نبینم. شیرین رو نبر، اجازت بده با من بیرم. اگر نرود بیگناه بودنم را اثبات کردن نمیتوانم. تهمتی کردهتان چون دختر رویم میمونم. من چی؟ دف شب رو از اینجا، مرا دیگر عصبی نکن. راگر زودتر. اسلامی از این نفر بپرسیم. روز بخیر برادر. بعدی های چایکی چی رفتم ممکن؟ همانجا به طرف راست میگرده، راه تا درونی ده همه برد. رحمت. جای سفید. امیر نشان آویزان است. چایکیش نوشته شده است. دیدم اکا. ساعتی برگزاری عملیات معلوم است؟ حالا معلوم نیست. انتظار خبریم. بس از آن تو گفته هایم رو رسون. برای مداخله کردن گروه در حالت آماده باشد. خانم یاسمن، اومدنتون رو ندیدم. خوش آمدید. خوش باشد. وای، من امیر رو پرسیدم، همینجا هست؟ نه، امیر کمین سرم در بیرون است. نمیدونم که کی میوید. اگر یگون چیز باشد من کمک نمایم. شما رو هم شناس می نمایم. میبخشید. لابای فهمو در کجا؟ من در حال می اویم. پرنده من زنگ زد. من باید در حال برایم. فرمان کمیسر. راگرد ایستید، نروید. از پیش راه هم دور شو. فریده رو از اینجا کن. مرا مجبور مکن، خواهش میکنم. در باغ همش رو به من نگفته بودی مگر؟
تو نگفته بودی که همش کاری پینور است؟ با من بازی داری مگر؟ آها گفتم. چی شده است گفته باشم؟ چرا اون چیزی که با من گفتی نمیخواهی که اهل اویلم بدوند؟ اجازت بدی همسرت با شفرم بخورد، حقیقت رو با اویلم بفهموند. نه من و نه همسرم رو در این کار همراه نکن. رو کاری خودت رو حل کن. رو به شیری قسم یاد کردم شما رو به پلیس نمیگویم. با تو هم گفتم چرا ما رو باور نمیکنی؟ شیرین رو به پلیس نمیبرم که بیانات بنویسد، تنها با شفرم گپ زنه. بس بودگی است. از حد یاد گفتی. پینور فکرت رو عوض کرد همیخنه. راضی کنند که سخن نگویی. یا عهد کرد و یا پول داد. همچو لختک تو رو در دستانش بازی میداراند. بعدی تو در دست اوست. تو راضی هستی که همچو لختک در دست او بمونی؟ روز بخیر. روز شما هم بخیر. روز بخیر. سلام علیکم. روز بخیر. من کمیسر امیر رفیقی از استانبول نفر اومده است و او رو میجوییم. از بینتون نفری او رو میشناسد و یا دیده است؟ با فکرم زنی رو میگن که اما که حسین و نبیرهش رو از آتش نجات داده بود. همون است. دیگر در اینجا بیگانه کی است؟ آتش؟ چه خیلی آتش؟ ما اما که حسین رو از کجا یافته میتوانیم؟ نشان داده میتوانید؟ کمیسر همون طرف روید، کمی پایانتر میبینید. خدای یارتون. رفتیم اکر. همین روزه؟ مرحمت. این آرامی روز آمد. یک دانه دهید. اشتیاقی تام. مар холай менерамон кард. Пурсид ки кулчақандҳои тоза кай меояд? صبح فردا نشانه مالها در کاغذ نوشته شده است. به خاله مینه سلام رسونه. دیر نکنید. روز بخیر. اگر گرم باشه دو دانه دهید. در حال برادر. خب مایلش وقتی که کربوت شد به من زنگ زد. حتما خبرش رو رسونید. تشکر. خانومی که رفت کی بود؟ قبلا در اینجا او را ندیده بودم. به شبه نو اومده است مگر؟ ببخشید اپا، خانم سراسیمه بر اومدن. فرصت شناس کردن نشد. خانم گلرو کمیسر است. برای وظیفه مخصوص با امیر کمیسر یک جای کار میکنه. وظیفه مخصوص؟ کاری موقتی است. وظیفه که تمام شد باز با کاری پیشترش برمیگردد. ممکن است یک سوال دهم؟ این چه خیلی وظیفه است؟ افسوس که گفتن نمیتوانم. درباره این موضوع حقی گفتن ندارم. میفهمم. لیکن همین قدرش رو بگویم که یک جای در عملیات اشتراک میکنند. این کاری خیلی مخفی است. در بیرون چون پلیس نه، چون عاشق رفتار میکنند. چون عاشق گفتی؟ یعنی چه خیلی؟ باید کسی پلیس بودنش رو نفهمد.
مثل عاشق میگردن. من به امیر کمیسر از آمدنتون خبر میدیم. لازم نیست، نگویی همین شود. عاقبت نگاه نکن، پیش درو گفتم. راه گر گفتم به تو. کمال؟ فریده تو چی کار میکنی؟ کمال با خود بیا. کمال آوازت رو برار. کمال التجا میکنم. کمال تو چی کار کردی؟ شوهرم رو کشتی. یاری دید التجا میکنم. کمال نه، من این رو نمیخواستم. من کشتن نمیخواستم. تنها بیاش کردن خودم. کمال با خود بیا. یگان کس هست یاری دید التجا میکنم. کمال خواهش میکنم. کمال با خود بیا. اما من زنی رو میجویم که از استانبول آمده است. نامش فریده. دختری شما رو دیدنی آمده است. بله آمده بود. زنی خیلی ناترس بوده است. خانه آتش گرفته بود. تشکر که به خانه در آمده من و نبیره ام را از آتش نجات داد. حاضر در کجا است؟ 40 دقیقه پیش با دختری من به راه برآمدند. به استانبول می رفتند. به استانبول می رفتند؟ از اینجا به استانبول چگونه رفته می شود؟ برای کلان می برای در هر ساعت یک اتوبوس می گذرد. نشسته می روی. آخر ما از روی کلان آمدیم. چخیل آنها رو ندیدیم. پسرم در راه کلان باز چند راه است. کی میداند به کدام راه رفتند؟ دامادتان حالا در کجا است؟ اون بدبخت را میپرسی. وای دنبالشان رفته بود. امیر رفتیم. زود باش. رفتیم زود. امیر جان، پدرم قهرآلود است. مادرم را جنگ میکند، میزند. خواهش میکنم نزند. بعد مادرم بسیار گریه میکند. تو نترس. هیچ کار کردن نمیتواند. کلچه قند هم خوب بوده است. خوب که آوردی. تشکر برای فکر کردنت. سلامت باشی آقا. اشتهای تام. کنی گپ زن؟ با پلیس چی معلومات دادی؟ آقا نشونه را دادم. گفتم مال را در آنجا نگاه می‌دارن. البته که باور کردن. خیلی خوب. دومی گوساله امروز کنده می شود. آقا ذره شبه نکنید. دختر چیزی را هم نفهمید. امشب همه رو جمع کرده با اونجا میارن. خودت میبینی. بیهوده نگفتند. به شکار روی در شکار میافتی. مرحمت. حق زحمت هایت. تشکر آقا. آقا پول میدی تلا میابی. چند مدت نمایان نشو. شاید خاطر نباشد آقا. ناگفته نماند. اگر دستگیر شوی مرا نمیشناسی. مشکل شد و شناختم بگویی. از آن مشکلی اصلا رهان نمیابی. فهمیدی؟ شد آقا جان. فهما. کمال با خود بیا. خواهش میکنم. کمال دیدی زنده است نمرده. خدا را زنده است. شیرین بیا رویم. شیرین بیا به هوش ناآمده از اینجا رویم. چقدر روم؟ او را در این حال ترک کرده چگونه روم؟ نمیبینی زخمی است. خواهش میکنم رویم. این امتیاز آخرانی من است.
به خود آید دنبال ما می شود. رفتن نمیماند. بیا رویم. مایلش میرویم. رحمت شیرین، خوبی هایت رو اصلا فراموش نمی کنم. بیا زودتر رویم. امیر زود برای کلام برآمدن در کار. شاید با اتوبوس ننشسته به آنها میرسیم. الو؟ کمی پیشتر با مخبر گپ زدم. نشانه را داد. مواد مخدر صبح انتقال داده می شود. وقتی حرکت رسیده است. تو در کجایی؟ من در ادپذیری هستم. نه، مسئله اویلوی. باز در وقتی که به تو احتیاج دارم. پس تو در عملیات اشتراک کرده نمیتوانی؟ چیکار کنیم؟ بخیر بود. مجبوریم که عملیات رو به تو دوام دهیم. بی من؟ تا من نایم فکر حرکت کردن رو نکنید. مرا انتظار باشید. گلرو! ای خدا. مادامی که کاری مهم داری با استانبول برگرد. اکا من چگونه شما رو تنها میگذارم؟ تو ینگم رو نیابم با استانبول بر نمیگردم. نمیگذارم که سرتون در بلا ماند. امیر کمیسر چی میگوید؟ در ادپذیری بوده است. با مسئله های اویلوی خود مشغول است. هیچ گپ نیست. کار در یک جایگی با پلیس نمی شود. تنها شعبه ضد مواد مخدر عمل میکند. ما هم کار خود رو خودمون حل میکنیم. خانم جانان خوش آمدی. خوش باشی. مرحمت. ای صادر من به تو. تشکر جانم. مرحمت به خانه درو. از فرید خبر هست؟ نه خط از تو نه خبر. والله من هم مراق کردم. از خواطری کدام روز میمیرم. نبات خانم مردر کجا است؟ باز با کدام سوراخ در آمد؟ خانم جانان با تو یک چیز میگویم. چی؟ با یشار یک جویا شدیم. دست و پای عجوزه رو خوب محکم کردیم. چی؟ خاموشیست. محکم کردی؟ با بند؟ نباید خانم. عجب آدمی هستی. کاری خوب کردی. دستت درد رو نبیند. زبانش هم دراز شده بود. یک لحظه. در کجا محکم کردی؟ بیا نشان میدیم. بیا
بیا بیا. اوه سلامت باشی نباهت خانم. خیلی خوب فکر کردی. کاش که بر وقت فکر میکردیم این حادثه های به سرمان آمده نمیشد. نه این بیکار ننشسته است که در بالای اویله برپا کرده می شود. در زیر این بام خانه نمی شود. فکر میکنم که فهمیدی. اکنون گوشهایت را کشا و مرا خوب گوش بکن. در این خانه همه از تو نفرت دارد. برای نجات یافتن کوشش میکند. همین خیلی نباهد خانم. اگر در تو ذره ناموس باشد و یا حسیات آدمگری داشته باشی از این خانه دفع شده می روی. چی شد؟ پشیمون شدی؟ بند رو کشویم. خانم جانان دستت رو دراز بکن. خیلی بد شده است. دلم سوخت. بیا من کشویم. بیروی جانان خانم من هم قریب بود باور کنم. مرا گوش کن. آرام شین و بیهوده آوازت را بلند نکن. رفتیم. سلامت باشی. جانان خانم با تو یک چیز میگویم. بیهوده دهانت را خسته نکن. این بیاداب است. چشمش خم نمیخورد. از سخن بهره نمیگیرد. میدونم. چیکار کنم وقتی که سخنش میگویم هیچ نباشد که خرسند میگردم. قصدم رو میگیرم. گویم خطا نمیکنم. بگذار چنین شود. افтобوس کی میآید شیرین؟ از کجا دانم من؟ ممکن حاضر آید. اگر قبلیش رفته باشد یک ساعت اینجا انتظار میشویم. شما رو دستگیر کنم این مراتبش که چشمانتان را نگاه نمی کنم. به هر دویتان ارزش دنیا را نشان می دیم. یک مکان است. امشب یک چند پلیس آنجا را زیارت می کنند. آنها در همان جا می شوند. می گویم که کمی تازه بکنم. شنیدم که در این کار خیلی خوب بوده ای. با جان و دل. در این کار کسی از من بالا نیست. تو تنها نشانه را بده. آسان است. بچه های من به تو نشانه را می دهند. کلید را هم می دهند. از من خبر انتظار می شوی. وقتش که آمد ساعت را به کار می دراری. و بعد بوم. راضی هستی؟ راضی ام جناب. نه شهر است و نه ناحیه. یک دهه‌ای که به مقدار کفید است. بلازانه چرا آنها را نمیابیم؟ اکا شاید به اتوبوس نشسته رفتند. تو با آن زن صحبت داشتی. از پیشمان دور راه برآمد و تو با راه نادرست رفتی. انا برای همین نمیابیم. به فکر من باید با آنجا برگردیم. اکا این طور نگوید. این راه هم به استانبول میبرد. صبر کنید آخه. تلفن را یک طرف ماند. وقتی تلفن است مگر به این هم راه را گم کردیم. بعد زنگ میزنی. چرا جواب نمیدهد؟
میرویم اما اتوبوس نامده ایستاده است. شما ما را تا ایستگاه میبرید؟ در عقب بالای قطعه ها میشنیم. مایلش گذارید. بیا. کمال مثل که این حالت رو یک بار دیگر دیده بودیم. خوب شده؟ شد دوستم، خانم ها با من میمونند. تو را دوام ده. خوب شده. رحمت. فکر کردی من رو از بازی پیش میکنی؟ مگر من رو قصدی کشتن داری؟ قسمیت میکنم که تو رو به این نیت نزدم. با کدام نیت زدی؟ قریب بود که ماینه این سرم را پاش میدادی. تو رو باری دیگر آگاه میکنم، در چشمم نتاب، وگرنه شکل سیمایت را دیگر میکنم. دفع شو از اینجا. راگرد با تو بعد حساب و کتاب میکنم. کمال خواهش میکنم کمی با وجدان باش. دخترم و پدرم رو از آتش نجات داد. ما هم باید با اون کمک بکنیم. خواهش میکنم کمال. صبرم را لبریز کردی. کمک نمیکنید. تمام شد. دیگر این فکر را هرگز نکن راگرد. السلام علیکم. و علیکم السلام. ما 2 نفر زن رو میجوییم. اتوبوس رو انتظار بودن. در راه ندیدید؟ کمی پیشتر برای به استانبول رفتن مرا منع کرده بودن، اما مرد اونها را از راه گرفت. آنها را در کجا دیدید؟ راستی کمی در عقب در درآمدگاه خشلاق بودن. تشکر. سلامت باشید. الو؟ چی شد؟ آوازت خوب نیست. یگان کاری بد شد؟ خبرها بد است. خیلی که شنیدم آدمی تو مشغول بوده است. از سبب مسئله های اویلوی اشتراک نمی کرده است. من کار ندارم. من همه را به راه ماندم. کاری کن که او هم در همان مکان حاضر شود. آن مرد با اسم امیر برای دوباره در حیات من و دخترم بر نگردد. سرده گفتم. سرده میگویم. سرده دستم را. سرده گفتم. شیرین ایستا. ایستا شیرین. آخه تا کجا میگریدی؟ ایستا شیرین. ایستا. تو خواهش میکنم آن زن دختری ما را نجات داد. من هم از رفتاری تو بیزار شدم. سرده مرا. تو با کاری من کاردار نشو. سرده. کمال خواهش میکنم. تو چگونه زن هستی؟ به خانه‌ات برگرد، وگرنه به خانه‌ات تابوتت را روان میکنم. کمال قربانت شوم. قربانت شوم. این کار چنین پیش نمی رود. در تو ذره وجدان نیست مگر؟ تو چی گفتن میخواهی؟ مرا ترک کردن میخواهی؟ اینجا بیا. کمال. شیرین. خدایا اینها کجا شدن؟ مثل که زمین کفی آنها در آمدند.
масофаи дурро тай накардаанд. اکرم سرگردانیم تو او رو خیلی خوب دستگیر کرده آورده بودی. سر نده گفتم اما گوش نکردی. اگر آن روز آزاد نمیکردی این کار به سرمون نمی آمد. چگونه مرا گناهگار میکنی؟ برای آزاد کردن مجبور بودم. ینگم گفتن که نمیشناسم. با کدام عیب من او را در درون نگاه میداشتم. کمیسر گلرو از بالا امر شد کمیسر امیر با گروه همراه نشود عملیات گذرانده نمی شود. انتظاری برگشتن کمیسر امیر می شود. او نباشد یگان عملیات گذرانده نمی شود. خواستم که به شما خبر دهم. این چی گفتنی است؟ چندین هفته است که دنبال این کار هستم. وقتی آخری کار رسیده است میبینیم که کمیسر در میدان نیست. عملیات طبی کمیسر رو نگاه میکند. در کجا شنیده ای؟ یگان کار کردن نمیتوانید. پس ما در اینجا کی هستیم؟ این سپارش به معنی رو کی داد؟ امیر کمیسر گفت او را نیز از بالا خبر دادن. تو چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ او رو به جری تیلا دادی. او رو کشتی او رو. از روی تو شد و تو را گفتم دنبالی من نیو گفتم گوش نکردی. عاقبت همین شد. اگر اجازت میدادی این خیل نمیشد. ما را تعقیب کردی. سبب مرگ او شدی. از روی تو شد. از روی تو شد. از روی تو شد. شیرین خواهش میکنم با من کمک بکن فریده. صبر کن من به تو کمک میکنم. نباید خانم از فریده خبری آمد و من زنگ بزنم. خواطر نباش. خواهش میکنم مرا بی خبر نگذار. خانم جانم سلامت باشی. جانکانی من آمدند. خوش آمدی. بچه هم در خونه است؟ نه پسرم. کنی من هم بر آمدنی بودم. کنی زود دستایتان رو شوید و با بالا برید. لباسایتان رو عوض کنید. نباید خانم. یک لحظه. عجوزه در یک جا قرار نمیشیند. با محکم بودنش باور نکن. احتیاط بکن. تو با من باور بکن. براحت باش. مگر من ساده هستم؟ مایلش. کی قرار نمی‌رسد؟ خانم کی را میگوید؟ مگر نمیدونید؟ سخنی بسیار میگوید. کودک ها رو نگاه بکن مادرشون رفت. باز به تپه ها نبرایند. یا توبه. فریده با من کمک بکن. مرا ترک نکن فریده التجا میکنم با من کمک بکن. آرام شو فریده دست درست کن. طاقت کرده نمیتوانم. کمی دیگه فریده کمی دیگه. دستت رو داشتم. تو رو ترک نمیکنم. فریده طاقت کرده نمیتوانم میافتم. مرا ترک نکن فریده. مرا ترک نکن. سر نمیدهم تو رو. سر نمیدهم. فریده این چه آواز است؟ من از کجا دارم؟ شاید کودک ها بازی دارند. دخترم جیگر باشد. فریده حرکت بکن. پایت رو در یک آنجا گذاری. زودتر فریده دست
نکنم. شیری تو هم نکن زودتر. فریده دست مرا کردی گرداشتن نمیتوانم. فریده مرا ترک نکن. فریده قوتم تمام شد. دیگر طاقت کردن نمیتوانم. قوتم تمام شد. شیری خودت رو به دست گیری خواهش میکنم. دستم رو ساخت کن. طاقت کن. کمک کنید. فریده ساعت ندیم. فریده